احمد مهدیزاده، احسان البانزاده، فرشاد سالاربند، احمد رضا زنده‌رو و سعید مهری بازی میکنن. یکی از خوبهای این تیم بوده. حالا موقعیت برای تیم تراکتور، پشت محوطه جریمه، یه پاس خوب برای شجاعی، همکاریش کامل نشد با دانیال و حالا ضربه که به دیرک دروازه برخورد میکنه. همچنان موقعیت هست برای تیم تراکتور، چیزی نمونده بود در همین ابتدا. دانیال پاسو داد، البته خودش حرکت کرد، یه ضربه چیپ هم زد، اما مدافعان ماشین سازی اومدن و پس یه لحظه به نظر پس خط عبور کرده، اینطور نیست. پاس رو به عقب، موقعیت برای بازیکنان ماشین هست. ارسال، برگشت توپ، موقعیت برای تیم ماشین و این ضربه‌ای که مسابقه اومدن. اشکان دژاگه، یه پاس پشت مدافعان، یه اشتباه از مدافعان ماشین، چیزی نمونده بود گل به خودی رو ببینیم که دخصوص ارسالش رو انجام میده. موقعیت برای تیم تراکتور هست. حالا پشت محوطه جریمه، یه ضربه آروم که از کنار دروازه. مسعود شجاعی، یه پاس خوب برای استوکس، موقعیت برای تیم تراکتور هست، اما پرچم کمک داور بالا رفته و بازی متوقف میشه. ببینیم که پاس فوق‌العاده کاپیتان مسعود شجاعی، همچنان صاحب توپ از مهدیزاده. حالا برای اهل شاخه، توپ رو از دست میده استوکس و ضربه‌ای که میزنه توپ از کنار دروازه عبور میکنه و قبلش هم اعلام آفساید شده بود. اینجا هم استوکس رو میبینی که ضربه‌اش هم بلافاصله زد، اما توپ رو برداشته، وارد زمین ماشین شده. دوباره برای احسان حاج صفی، موقعیت برای ارسال هست، این کار رو انجام میده، موقعیت برای تیم تراکتور و این توپ هم گل نمیشه. درست اومد نشست روی سر اشکان دژاگه، اما این طرف بهزادی کریمی با سرعت بالاش حرکت میکنه. موقعیت خوب برای بازیکنان ماشین، ببینیم از این موقعیت چه استفاده خواهند کرد. همچنان فرصت دارن بازیکنان ماشین، ببینیم چه خواهند کرد و توپی که میزنن توپ از کنار دروازه به بیرون میره. آغاز کرد، پاسش رو داد برای سالاربند، طیبی رو از پیش رو برداشت، ضربه‌اش هم خوب زد، اما توپو میاره به عرض. ارسال بلند برای دژاگه، استوکس بهش نزدیک میشه، خود دژاگه، حالا برای استوکس، پاس استوکس و توپی که و حالا گل برای تیم تراکتور به ثمر میرسه. اشتباه مدافعان ماشین سازی و گل اولی که اینجا پاسی که استوکس داد، یه لحظه اینجور به نظر اومد که توپ دخصوص گرفت، اما اشتباه اهل شاخه که مانع از گرفتن توپ توسط دخصوص شد. در ادامه هم دژاگه به راحتی دروازه رو باز میکنه. زمین حساسیه به غیر از دخصوص، همه بازیکنان ماشین در زمین تراکتور هستن و این ضربه‌ای که خطرناک از کنار دروازه به بیرون میره. ضربه بلند فروزان، صادق رضانیا یه لحظه اشتباه میکنه، موقعیت برای گل دوم دانیال اسماعیلی فر و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. چه موقعیتی رو از دست داد دانیال اسماعیلی فر. پاس بلند برای سوگیتا، یوکیا سوگیتا به توپ رسیده، وارد محوطه جریمه میشه سوگیتا و توپی که از کنار دروازه باز هم به بیرون رفت. ضربه سوگیتا و توپی که دخصوص دژاگه، دوباره خود دانیال، همکاری خوب اسماعیلی فر و دژاگه، عالی بود این همکاری. موقعیت برای تراکتور و گل نشد. ایستادگی فوق‌العاده دژاگه، کرنرش بلند بود، یه ضربه و باز هم توپ به بیرون میره. کرنر باید تکرار بشه. دژاگه برای دانیال اسماعیلی فر بود، او هم عالی استوکس رو صاحب توپ کرد. از ضربه استوکس که یه پاس خوب برای استوکس، دژاگه پیش نزدیک میشه، خود آنتونی استوکس، ببینیم چه خواهد کرد. آنتونی استوکس پشت محوطه جریمه، ضربه‌اش از همونجا میزنه و دخصوص توپ رو در آغوش میکشه. اگه توپ از دستان دخصوص رها میشد، در آخرین لحظه سعید مهری توپ رو از جلوی پای دژاگه برمیداره. همین طرف ایمانی هم این کار رو برای تراکتور انجام میده، خود اکبر ایمانی ضربه‌ش رو میزنه، برگشت توپ و توپی که مهدیزاده صاحبش هست و ضربه دروازه برای تیم ماشین. ارسالی که انجام میشه، توپ رو برمیگردونن بهزادی کریمی و توپی که در چارچوب ایست و ضربه دروازه برای تراکتور.
یه حرکت خوب از فرید بهزادی کریمی وارد محوطه جریمه میشه. ضربه‌ش هم میزنه، توپ در اختیار فروزان قرار میگیره. از کنترل خوب میتونه ارسال کنه، تو سر توپ میزنه دانیال اسماعیلی فر. حالا برای اشکان دژاگه او رو محاصره میکنن، هر طوری از پاسش رو میرسونه. دانیال اسماعیلی فر پاس برای استوکس و گل! گل دوم رو هم استوکس میزنه برای تیم تراکتور. همکاری تیمی خوب از بازیکن‌های تراکتور. پاس دانیال به دژاگه توپ رو برگردون برای خود دانیال اسماعیلی فر. یه نگاه به کمک داور میکنه، پاسش رو داد و این هم ضربه استوکس که از مقابل دستانه. اصلا هم آفساید نبود، شجاعی چون در آفساید بود رها کرد که توپ به اسماعیلی فر برسه و حالا موقعیت برای بازیکنان ماشین سازی میبرن به سمت چپ. فرید بهزادی کریمی صاحب توپ هست، ضربه‌اش از همونجا میزنه و توپ میاد به راحتی در دستان حالا سعید مهری. بهزادی کریمی ضربه‌اش رو میزنه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. پاس خوب یوسفی در ادامه ضربه بهزادی که به حاج صفی برخورد کرد. حالا با مهری یه ضربه از راه دور، خیلی آروم و کمجونه و فروزان حضور بازیکن‌های ماشین داخل محوطه جریمه تراکتور. خود زنده رو ارسالش رو انجام میده و فروزان توپ رو به کرنر میفرسته. حرکت کرده خالقی فر، این طرف راه میندازه خرم حسینی رو، ارسالش رو انجام میده. مشت فروزان در ادامه موقعیت برای تیم ماشین هست داخل محوطه جریمه و توپ رو برای استوکس. یه پاس خوب برای ساسان انصاری، موقعیت برای تراکتور هست، ساسان به توپ رسیده، در مقابلش اهل شاخه، پاسش هم میده اما قبل از اینکه دژاگه توپ رو بزنه مدافعان ماشین توپ رو راهی کرنر میکنن. دژاگه ارسال بلند، یه ضربه سر برگشت تو بس خط دروازه. واسم یه پاس خوب به سمت چپ برای احسان حاج صفی، او هم با ضربه سر برای ساسان انصاری از روی سر تخصص توپ به بیرون رفت. میلیمتر با گل سوم فاصله داشت تراکتور. چه پاس خوبی داد، ضربه‌اش هم خوب زد. اگه توپ در چارچوب بود دیگه هیچ کاری از دستان دژاگه حرکت میکنه. استوکس هم بهش نزدیک شده. حالا پاس برای استوکس، دوباره برای دژاگه رها میکنه. چه موقعیتی است برای تیم تراکتور و چه سیوی میکنه دخصوص. باعث میشه نتیجه همچنان 2-0 بمونه. دژاگه حالا برای استوکس، خود آنتونی استوکس و کارت زرد برای آنتونی استوکس به خاطر از ناحیه مچ دست فکر کنم یه لحظه آسیب دید. اینجا هم یه برخوردی رو دسته پاسشو میندازه که موقعیت خوب برای بازیکنان ماشین سازی و خروج موفق محسن فروزان که مانع از گلزنی در میانه میدان اجازه رد شدن توپ رو نمیده. موقعیت برای تیم تراکتور هست، ارسال بلند، اشکان دژاگه، توپ روی پاش جفت و جور نشد. اشکان دژاگه اما این اتفاق براش نیفتاد.